میتونم ازتون بپرسم شما چرا با این جنگ موافقین؟ به خاطر اینکه تا بوده هیچ کس پشتیبان مردم ایران نبوده و ما به این امید خوشحالیم که جنگ میتونه اقلا این حکومت ملاها رو از بین ببره و مردم ایران بتونن به این آزادی که میخوان برسن و امیدواریم که این کمک از طرف دولت امریکا و اسرائیل باشه و ما دلمون به همین خوشه. این مذاکره که اولا بین سپاهی‌ها و خود آمریکا هستش، امیدوارم که موفق نشن و امیدوارم جنگ تا روز پیروزی که ایران به دست بیاره جوانای ما همه آزاد بشن ادامه پیدا کنه. توقعتون به نتیجه جنگ یعنی آزادی همه بچه‌های ایران. درود به شما، درود به همه مردمی که امروز اینجا جمع شدن عاشقانه برای آزادی وطن، برای صدای مردم ایران اینجا جمع شدیم که صدامون رو به کل دنیا برسونیم. ممنون. در خدمتم. میخواستم بپرسم که شما با این جنگ موافقین و اگه موافقین چرا؟ من موافقم با این جنگ. چرا؟ چون این جنگ باعث میشه آخوند جمهوری اسلامی هرچه سریعتر نابود بشه. ما اسلحه نداریم اما داریم کمک میگیریم از کشورهایی که اتحاد دارن با ما که به ما کمک کنن برای براندازی این نظام. توقعتون چیه از نتیجه جنگ؟ توقعم اینه که به هیچ عنوان مذاکره نکنن با تروریست. ما هیچ صحبتی با تروریست نداریم. 50,000 نفر از جوانامون پرپر شدن. هیچ صحبتی با کسی نداریم. نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. ممنون. در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی که بگیم که جمهوری اسلامی هر کسی که میخواد رهبرش باشه نماینده مردم ایران نیست و فقط ما خواهان این هستیم که حذف کامل جمهوری اسلامی هستش و نماینده ما شاهزاده رضا پهلوی هستش. پرچم ما این پرچم شیر و خورشید هستش و ما ایرانیان خارج از کشور تا نابودی کامل جمهوری اسلامی به خانه بر نمیگردیم و ما پیشواک صدای خاموش ایرانیانی که در داخل ایران اسیر جمهوری اسلامی هستند. پاینده ایران و جاوید شاه. ممنون. پیامتون گفتید چیه برای مذاکره کننده ها؟ ما فقط خواهان اینیم که ادامه جنگ. مردم ایران هیچ سلاحی ندارند و باید همونطوری که در این 40 روز رژیم جمهوری اسلامی تحت فشار بود و رهبر کثیفشون موشعلی خامنه‌ای و بسیاری از فرماندهان اونا و مقامات ارشدشون کشته شدن، باقیشون هم باید حذف کامل بشن و تسلیم بشن و تا نابودی کاملشون هیچ مذاکره‌ای نیستش و اینها همشون قاتل هستن، تروریست هستن و باید همونجوری ادامه بدن. ما هیچ مذاکره‌ای رو قبول نداریم. هر کسی که به اسم جمهوری اسلامی باشه مورد تایید ما نیستش و مورد تایید ما فقط شاهزاده رضا پهلوی هستش. این رهبر ما همیشه بوده و تا ابد هم خاندان ایرانساز پهلوی باید به ایران عزیزمون برگردن. پاینده ایران و جاوید شاه. چه توقعی از جنگ دارید؟ برای چی با جنگ ادامه پیدا کنه، رژیم جمهوری اسلامی از بین بره و ما منتظر سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم. ممنون. درود به شما. از کجا تشریف آوردین؟ از سوئد، شهر مالمو. بله، خوش آمدید. میتونم ازتون بپرسم شما چرا با این جنگ موافقین؟ ببینید هیچ کسی با جنگ موافق نیست، ولی کشور من حکومتی داره که 47 سال مردم کشور منو به گروگان گرفته. کسی موافق نیست که بمب و موشک باشه. مردم من قدرت ندارن. به فرمان شاهزاده 40,000 نفر رو در 2 روز قتل عام کردن. ما حمایت میخواییم از تمام دولت‌های اروپا که چشمشون رو بستن، حقوق بشر میگن. شاهزاده رضا پهلوی آزادی ایران رو میخواد. آدمی که تمام ایران، تمام جوانا به اسمش اومدن بیرون. 40,000 نفر به اسم ایشون اومدن بیرون. انقلاب شیر و خورشید بود و بچه‌های ما پرپر شدن. ما به احترام جاوید آمامون اینجا هستیم و تا آخرش هستیم و این حکومت، این نظام جمهوری اسلامی باید تموم بشه و از بین بره. ممنون. توقعتون از نتیجه جنگ چیه آخر؟ نتیجه جنگ نابودی کامل جمهوری اسلامی، نابودی کامل نظام. نباید هیچ کدوم از اینا باشن در اینجا. ممنون. جاوید شاه پاینده ایران. جاوید شاه و پاینده
پیام شما چیه برای این جنگ؟ من فقط میخوام بگم که این جنگ نیست، یک کانالیه برای نجات مردم ایران. چرا که اگر مردم ایران اگر میخواستن خودشون این مله ها رو از بین ببرن سالها تلاش شد که نشد، ولی خوشبختانه با ورود آمریکایی‌ها تونستن این رژیم رو راحت‌تر از بین ببرن و کار رو برای مردم ایران آسان‌تر کنن و مردم ایران به زودی آزاد میشن. سپاس از شما. پاینده ایران، جاوید شاه. امسال میده کشته سپاه. سوال کنم که شما با این جنگ موافق هستید؟ اگه امسال میده موافقید کشته سپاه. به نام یزدان پاک من 100% با تمام وجودم به این جنگ موافق هستم، چون جنگ آمریکا با ملت ایران نیست، با جمهوری اسلامی و با آخونداست و دوست دارم ریشه همشون کنده بشه. توقعتون از جنگ چیه از پایانه؟ توقعم اینه که ترامپ کمک کنه و به ملت ایران که قول داده اسلحه بده تا خود ملت ایران ریشه آخونده و رژیم رو بکنه. پس پیامتون برای مذاکره کننده ها الان؟ پیام من برای مذاکره کننده ها اینه که موشعلیتون 40 خورده روزه که کشته شد و نتونستید خاکش کنید و شما پیرو موشعلی بودید و موشعلی گفت جنگ نه، مصابم نه، دوتاشون رو انجام داد، شکست خورد و خجالت از خودتون بکشید. ممنون. پاینده ایران جاوید شد. نظر شما راجع به جنگ چیه و آیا با این جنگ موافقین؟ اگه موافقین واقعا سپاسگزاریم که با هیچ کسی با جنگ موافق نیست. جنگ اصلا نیست برای هیچ مردمی هیچ جایی، ولی راهی نجاتی برای ایرانی‌ها تو جنگ نمانده بود و ما از این که سران حکومت مدت کوتاه از بین رفتن بسیار خوشحالیم. میدونیم که مردم ما اذیتن، ناراحتن، ما هم همینطور، ما ایرانی هستیم، هممون در هر جای دنیا که باشیم ولی چاره ای جز برای نجات مردم ما نبود. امید پیروزی ما شاه بیاد به کشورش، یقینا نتیجه جنگ نفع مردم ایران باید باشه و حتما پیروزی از آن مردم ما خواهد بود. درسته که فراز و نشیب‌هایی هست، اما ما محکم و استوار ایستادیم تا ایران رو پس نگیریم و با گذاشتن ایران برنگردیم سکوت نمی‌کنیم. درود به شما. میتونم ازتون سوال کنم شما چرا با این جنگ موافقین؟ والا جنگ کلا چیز خوبی نیست، به دنبال خودش خرابی داره، کشتار داره، مردم هم کشته میشن، ولی خب مردم ایران همه راه ها رو رفتن با مسالمت آمیز اینا اومدن بیرون اعتراض کردن، ولی جوابشون چی بود؟ گلوله. 47,000 unchanged. What do we want? Who do we want? Who do we want? Who do we want? Who do we want? I can't hear you. Come on. One more time. Who do we want? شما امروز اومدین اینجا یعنی اینکه با این جنگ موافقین. آیا موافق این جنگ هستین؟ بله. بعد توقعتون از این جنگ چیه؟ یعنی از پایان این جنگ نتیجهش توقعتون چیه؟ ما فقط یه آرزو داریم، رضا پهلوی برگرده به ایران. جاوید شاه. توقعم واقعا کلیر و روشن، فقط پیروزی جمع شدن جمهوری اسلامی، آزادی مردم ایران، عدالت، برقراری نظم، برقراری رأیگیری، آبادی ایران، نوسازی، برگشت شکوه به ایران، هر چیز خوبی که قراره برای این کشور اتفاق بیفته، هر چیزی کودکان کار نباشن و قرار این خونها آزادی وطن ما باشه با دلی پر از محبت و همدیگه، بدون تفکری در مورد تجزیه یا هر قومیت گرایی. ما ایرانی ها کبیریم، ایستاده ایم و ملتمون رو
پس میگیریم با کمک همدیگه در اتحادمون. جاوید شاه پاینده ایران. جاوید